وقت نماز خفتن از دخول وقت خفتن شروع میشه تا نیمی شب. نیمی شب البته فرق میکنه اینا با موسم ها. شب دو تقسیم میکنه، از غروب آفتاب گرفته تا طلوع فجر صادق. نیمی ازی در هر وقتی فرق میکنه، گاهی 12 و گاهی 11 و نیم، گاهی قبل و بعد. البته وقتی بهتری خفتن همیست که انسان تأخیر کنه، تأخیر با جماعت بوده باشه. اگر با جماعت نباشه باز درست نیست انسان تأخیر کنه. همون وقتی که جماعت خوانده میشه همون وقت باید خفتن با جماعت ادا کنه، همون وقتی بهتریش هست. کالاهایی که عکس حیوانات داره یا عکس انسانها را داره، عکس هر صاحب روح را داشته باشه، درست نیست که انسان در او کالا نماز بخونه و نقش و نگار عکس در نفس خود یک گناه کبیره است. اما انسان اگر ایتو کالا را هم استفاده کنه گناهگار میشه و بعضی علما میگن نمازش فاسد میشه و بعضی ها میگن نمازش فاسد نمیشه، البته گناهگار میشه. در خانه‌ای که نماز عکس بوده باشه باید در اونجا نماز نخوانه، در جای نمازی که عکس انسان ها بوده باشه در اون نماز نخوانه، در پیراهن یا کالایی که عکس حیوانات یا انسان یا هر ذی روحی بوده باشه در او کالا نباید نماز بخوانه و نه او کالا در خانه خود بگذاره. البته عکس واضح بوده باشه، چشم و بینی و صورتش واضح بوده باشه. اگر واضح نبوده باشه باز او تو صورت کدام اشکالی نداره. شخصی که زن خود یک طلاق میدهد باز این گفته میشه طلاق رجعی. میتونه که انسان دوباره به یه همسر خود در عدتی که شریعت بالای زن تعیین کرده در همین عدت رجوع کنه. عدت 3 حیض است. 3 حیض، 3 مرتبه حیض اما ماهواری سر زن بیایه و بعد از او پاک شوه. امی 3 حیض تمام که شد عدتی ازی ختم میشه. باید در امی مدتی امی 3 حیض یعنی تقریبا 3 ماه میشه. اگر زنایی که در هر ماه حیض بالاشان ماهواری بیایه 3 حیض میشه. در امی 3 ماه تصمیم بگیره که رجوع کنه. اگر رجوع نکرد و این عده ختم شد باز نکاح از اینا از هم ختم میشه و باز اگر خواست دوباره رجوع کنه، دوباره یعنی به زن خود واپس شوه، باید به نکاح جدید واپس شوه. یعنی میتونه دوباره، یعنی یک طلاق داده باشه و دوباره بخواه به همسر خود یعنی رجوع کنه، بعد از تیر شدن عده باید به نکاح جدید رجوع کنه. مهر جدید و نکاح جدید، قسمی که در ابتدا مهر پرداخته و همچنان ولیمه داده و نکاح کرده، از سر دوباره مهر بپردازد و همچنان ولیمه بدهد و نکاح کند از سر. و این میتواند بدون از اینکه کسی دیگر زن شوهر کنه به یک طلاق میتونه به همسری خود واپس شو و به نکاح جدید، ولی به شرطی که به نکاح جدید بعد از تیر شدنی 3 حیض تیر شد و رجوع نکرد، با نکاح از بین میروه و بعد به نکاح جدید دوباره با هم نزدیک شوند. تلفنی که در او برنامه‌های اسلامی، کتاب‌های اسلامی یا قرآن کریم بوده باشه، اگر این برنامه‌ها باز باشه که انسان مطالعه میکنه صفحه‌اش باز باشه یا قرآن صفحه‌اش باز باشه، همراه از این حمام یا تشناب یا خاک انداز رفتن درست نیست. اما اگر این برنامه‌ها به خصوص قرآن اگر بوده باشه و همچنان کتاب‌های اسلامی که الفاظی محترمه داره، آیات قرآن داره، احادیث داره، همراه از این نباید به صحرا برود، یعنی صحراگشت، قضای حاجت. اما اگر این برنامه‌ها بند بوده باشند باز هیچ اشکالی نداره که تشناب میروه یا زیر پا میمانه یا جای دیگری، باز مشکلی نداره. صدقه از مال حرام درست نیست.
ان الله طیب لا یقبل الا طیبه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الله تعالی پاک است، بجز پاکی و اشیای پاک چیزی دیگری را قبول نمیکنه. کسی که از مال رشوت، از مال ربا و سود و از مال از طریق حرام، زنا و غیره چیزهای راههای دیگری کسب میکنه، از این صدقه نمیشه.